ما رفتیم ایران، ما را گفت بخیزی پس به هر کس در مملکت خود بیاید. وقتی که در مملکت خود آمدیم نه کار است نه بار است، چی کنیم؟ مجبور ما پس بخیزیم بریم. نه آرزوی مرگ چطور یعنی دیگه؟ آرزوی مرگ دیگه به سر چون قبول دارم؟ میگه چی تو از مرگ میگریزم؟ نه. این بچگاه که مثلا یعنی زندگی دقیقا تلخ شده که میخوای؟ زیاد تلخ است لولا. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که کسی که یتیم را کفالت میکنه و سرپرستی میکنه بین ما و او در روز آخرت فاصله به اندازه است و اشاره میکنن به انگشتان خود، یعنی خیلی به من نزدیک است. و در دیگر روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که هر کس بیوزنان و همچنان مساکین را کمک و دستگیری میکنه و در را سعی تلاش میکنه مثل مجاهد در راه الله متعال است. الحمدلله بنیاد خیریه قمر قسمی که شما میبینین نزدیک بر 500 خانواده را دعوت کرده است. اینا اکثرا فامیل های نیازمند هستند و بخاطر از اینکه ماه مبارک رمضان نسبتا سفره های اینا رنگین شد. قسمی که شما میبینین آرد است، روغن است، چای است، بوره است و همچنان شیر است، قیماق است و مربا است و مواد دیگه که در داخل این کارتن ها بسته‌بندی شده و این فامیل ها داده میشه. امیدوار هستم که کسانی که در این امر خیر سهم گرفتن الله متعال به طور کامل اجر پاداش اینا را بنویسه. قبل از اینکه با دیگران صحبت کنیم برادر عزیز ما در کنار ما چیال دارید لالا خوب هستی؟ تشکر، زنده باشید لالا. میشه در مورد رابطه وضعیت اقتصادی تان کم از شما بشنویم؟ وضعیت اقتصادی دیگه وضعیت خراب است لالا، خودتان بچه‌شو میبینید. ما رفتیم ایران، ما را گفت بخیزی پس به هر کس در مملکت خود بیاید. وقتی که در مملکت خود آمدیم نه کار است نه بار است، چی کنیم؟ مجبور ما پس بخیزیم بریم. الله متعال رحم کنه ان شاء الله. وضعیت اقتصادی مسنگه ده برو؟ والا وضعیت اقتصادی خراب ده ورور. کاروبار نسته ده. زه خپله کاریګر یم، زه چوک ته 12 یا 11 بجو چوک کې ناستم د کاریګرو. برادر محترم، وضعیت ما زیاد خراب است. در حالت فقر بیچارگی یتیما داریم. بعض ما نمیکنه این کمک ها بر ما زیاد کمک ها کنن که ما اولادای خود به مکتب به تعلیم به تحصیل برسانیم. به روزه آمادگی داشتین؟ والا آمادگی داشتین دیگه، دست خالی جیب خالی چی آمادگی خورد؟ یادتان از شب گذشته چی خوردین؟ شب والا راست بگم چای نان خورده. چای نان؟ والا اولادای خورده دیگه تان نمیگه که کجاست؟ دیگه به بچه هاست، یک دو بچه هم در مکتب است، یکی ایران رفته دم در 2 سال لگه هیچ درکش هم باره. از این که کمکار کس آورده از یا ممنون تشکری میکنیم. همون کسی که توضیح میکنه از اون تشکری ممنون میکنیم. خوب هستی خاله جان؟ شکر، خوب هستی بخیر. زنده شو. وضعیت اقتصادیتون چطور است؟ وضعیت مزیت نیست لالا جان، خودم به این کار میکنم. میارم اونمو رو اشتکام میتم. چند نفر هستین؟ 9 نفر هستیم، بیوه و یتیم. امی خودم ناصر خودم. تنها خود کار میکنی؟ دیگه سرپرست ندارم. خب یادتان از دیشب چی خوردین؟ شو چای نان لالا، هر شو چای نان میخورم. کسی کمکتان نکرده؟ طول کس کمک نکرد. چند سال است که بدون سرپرست قسم خانواده را پیش میبرید؟ لالا جان 12 سالم در کارتینه و در خانه کار کردیم. این 5 سال میشه که اینجا میکنم. 7 سالم در 4 سال در چی کردیم سلیم کاروان. این بی دیگه در کردو کار کردیم در ولایت. کلانترین آرزوی زندگیت چی است؟ آرزو می نمیست که بچگاه کم دور دوا شود، خوب شود، برم زنده باشه، برم اولاداش گردش طول باشه، پدر جون خودم آرام شم، خودم بقرار باشم. دیگه آرزو نداری؟ دیگه مرگ است، دیگه چیز آرزو ندارم که می اولادم آرام باشه و خودم بشینم برش یک تیکه آرامی بخورم. نه آرزوی مرگ چطور یعنی دیگه؟ آرزوی مرگ دیگه بسر چون قبول دارم؟ میگه چی تو از مرگ میگریزم؟ نه. این بچگاه که مثلا یعنی زندگی دقیقا تلخ شده که میخوای؟ زیاد تلخ است لولا. می سند سال میرم کار میکنم، باز شوکی میم خداوند میبینه که وقت نان داشتم میشه که نداشتم. من یک شکم کار میکنم یا 50 روپا میکنم. خدا مشکلات حل کنه. واقعا خیلی با مثل مادر بزرگوار با 10 ها و 100 ها خانواده دیگه است. بیاین که دوستان عزیز
و دست این فامیلای نیازمند بگیریم، کمک کنیم و هر کدام ما بر اندازه که توانایی داریم روی صفحات لینک ها مشاهده میکنین، میتونین شماره تماس از ما در کمال امانتداری ان شاء الله این رسالت وظیفه را انجام میدیم. تشکر از شما خانم. زنده باد. تشکر از شما خانم. فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال وأبر